اگه بخوای که تو خیابونا نبینی گشتی وحشی و پاسدار و ملا هاراشیه، آتیش کف خیابون، تو دانشگاه ها حراستی و توی مدرسه هم نوچه های ولایتی به گوراشیه، آتیش کف خیابون. اینجا آقا زندگی زوریه، پولا میره باطلاق سوریه، کابینه بالکل باطل، رئیس جمهور قاتل، مجلسی تیغ زن پاچه خاره کامل. کابینه یه حزب اللهی جوونه، رئیسش دکترا میخونه، وکیلا رو انتخابات کردین که بده خطمون که تو گل میمونه. آقا تو که گفتی عدالت میاری، مگه جز بدبختی تو چیزی هم میاری؟ دیگه تو نباید اینجا زندگی کنی، گزینه مگه واسه موندن تو داری؟ بابا این یکی گیرین کارت داره، سالی یه بار نیت کاری به تو نداره، گرزم اینم سابقه است، سکی این که یه بار سرنگون شده، گزینه که هست دار. اگه بخوای که تو خیابونا نبینی گشتیه وحشی و پاسدار و ملا هاراشیه، آتیش کف خیابون، تو دانشگاه ها حراستی و توی مدرسه هم نوچه های ولایتی به گوراشیه، آتیش کف خیابون. دیگه چیزی نمونده از زندگی، پیش زن و بچه شرمندگی، جون به لب رسیده آمپرا چسبیده، بگو که کی از ما روز خوش دیده. این دفعه که بیایم یه جور دیگه است، میخوایم بگیریم از تو نفس، هر کیم بیاری و ببری، بهتره بری تو راه خوش بخری. این ملاها بدتر چنگیزن، 40 چند ساله دارن خون میریزن، یه عده میگن خشونت پرهیزی که در میاد از توش پرویزی، مهره ها قاطی، توپال اصلاحاتی، وزارتی مالیده سلطنتی. تو میگی بره سپاه توی لیست، میگه نه سپاه مگه برادر ما نیست. منشور ائتلاف و وکالت و اتوبوس مجانی و تور اروپا من و تو گرام، هرچه این بازی های بیمزه رو بگی آب رو آتیش واسه قیام ولی آتیش میخواد، آتیش به این ریش میخواد، اما هم البته آتیش میخواد. پس بزنین کنار مزاحم نشین، بعد نگین چرا سوختین دیگه شاکی نشین. اگه بخوای که تو خیابونا نبینی گشتیه وحشی و پاسدار و ملا هاراشیه، آتیش کف خیابون، تو دانشگاه ها حراستی و توی مدرسه هم نوچه های ولایتی به گوراشیه، آتیش کف خیابون.